بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. رواه البخاري. از حضرت عبدالله ابن عمر فرزند عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند نماز جماعت بر نمازی که تنها خوانده می شود 27 درجه برتری دارد. یعنی شخصی که در خانه نماز می خواند یک ثواب می گیرد و شخصی که در مسجد نماز می خواند 27 تا ثواب می گیرد. ببینید، اگر بگویند که در یک جا یک شغل است و یک کار است، هر روز $1 می دهند یا که هر ساعت $1 می دهند، اما در یک جای دیگر کار است هر ساعت $27 می دهند. البته که عقل ما و شما برای ما و شما اجازه نمیدهد که ما بریم کاری که هر ساعت $1 هست اون کار را بکنیم. چرا؟ چون که کاری که هر ساعت $27 به دست می آید این را نمیگذاری. اما در عبادت چنین نیست. در خانه می نشینیم و حاضر هستیم که یک ثواب بگیریم و حاضر نیستیم که 27 ثواب بگیریم. یعنی ببینید دنیا چقدر محبتش را در قلب ما و شما جای کرده است. برای امور دنیوی، برای پول و مال دنیوی زحمت میکشیم هرچه پول بیشتر به دست بیاریم، اما برای آخرت چی؟ میریم برای دنیا از صبح از ساعت 8 تا ساعت 4 و 5 فقط زحمت میکشیم. برای 10 الی 15 دقیقه نماز جماعت در مسجد خواندن مشکل است برای ما و شما. اینقدر شیطان بر ما و شما چهره شده است که خیلی سنگین به نظر میرسد وقتی که ما و شما در خانه داخل میشیم، از خانه برای جماعت بیرون میشویم. چرا این گونه باشد؟ چرا ما دنیا را مقدم از عقبا بدانیم؟ دنیای فانیه که امروز یا فردا هستیم، پس از این دنیا رخت سفر میبندیم، اما آخرتی که همیشگی است برای ما و شما اهمیت نمیدیم اون را. در حدیث دیگر آمده است که عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل الصلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في الصلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري. این حدیث نیز بیانگری چی است؟ فضیلت و بسیار بودن نماز جماعت است. از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهما روایت است که میگوید از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود نماز با جماعت بر نمازی که به تنهایی خوانده می شود 25 برابر برتری دارد و هنگام نماز صبح فرشتگان شب و روز جمع می شوند. ابو هریره رضی الله تعالی عنهما میگوید که برای اثبات این مطلب این آیه را بخوانید: ان قرآن الفجر کان مشهودا. یعنی همانا نماز فجر زمان حضور فرشتگان است. یعنی نماز فجر از این حدیث هم برتری نماز جماعت ثابت می شود، هم برتری نماز صبح با جماعت ثابت می شود. وقتی که از خانه بلند می شوی به طرف مسجد راستبار می شوی، ان قرآن الفجر کان مشهودا، نماز فجر زمان حضور فرشتگان برپا می شود. وقتی که فرشتگان روز و شب جمع می شوند، این وقت نماز صبح برپا می شود. همین وقت است که شیطان بر ما و شما خیلی چهره می شود که از خواب بلند نشویم. و چقدر نمازهای صبح از ما و شما قضا می شود و چقدر نمازهایی که ما با این نماز در زندگانی خود و با
صبح زود بلند شدن و به طرف نماز جماعت به مسجد رفتن چقدر در مال ما و شما، در جان ما و شما برکت پیدا می شود. اما ما و شما از این منفعت همیشگی چی هستیم؟ غافل هستیم، زیرا اینکه شیطان بر ما و شما خیلی چیره شده است. در حدیث دیگر از ابی موسی رضی الله تعالی عنهما روایت است، قال نبی صلی الله علیه و سلم اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم ممشا والذی ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذين يصلي ثم ينام. رواه البخاری. باز ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه میفرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود بیشترین ثواب را در نماز کسانی میبرند که مسیر طولانی تری را طی نمایند، یعنی هر اندازه از مسجد دورتر باشند ثواب بیشتری خواهند برد. و کسی که منتظر میماند تا نماز را با جماعت بخواند از کسی که نمازش را میخواند و میخوابد ثواب بیشتری میبرد. یعنی خانه کسی که از مسجد دور است و ثواب اون چی هست؟ بیشتر است از کسی که خانهش در نزدیکی مسجد است. و این چون کسی که به طرف مسجد می آید و نماز می خواند و ذکر می کند و ثواب این بیشتر است از ثواب اون کسی که نماز را در خانه اش می خواند و فورا می خوابد. دعا بکنیم الله سبحانه و تعالی ما و شما را پایبندی با نماز جماعت بگرداند، عاقبت همه ما و شما را بخیر بگرداند. و اقول قولی هذا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.